ناصرجان رحیمov افسوس میخوریم از آنی که فسبح بحمد ربک واستغفره هیچگاه درمان نشد بر جسم و جانت پدرم. بچه هم گفتم ما هم تاشکنانده بودیم شد من از حق ازم ندهی گفتن دادا جان ما دیگه نمی کنیم خوب میگوییم گفتیم یک گپ شده است که ناصرجان رحیم اکوی من میشد اکو دوسری رو شد گذشت شده است سرطایدیم تیار کردم دیگشان هم ایساس بالی استرده مردمان رو دلشون مجبور کردی بیایند. داروی به نظرم کیلا برکش سوندم می نمیدونم چا کدم همین خورید دادا نقش بید اوخی دادا را گفت پگه میخورم بچم شد روان از حال زارت پدرم. هر یک جاده یک نابغه خود را دارد. چی در جاده صنعت چی در جاده طب یک انسان‌هایی را پیدا نمودن ممکن است که در دوام ایجادات و فعالیت یک مکتب خود را دارند یا داشتند. تخمینا سالهای 89 یک هنرمند خیلی و خیلی شان و شهرت و معروفیتش حد و کنار نداشت. ناصرجان رحیمov افسوس میخوریم از آنی که امروز این هنرمند رو ما شادروان گویان اسم و شرفشان رو ویردی زبان میاریم، زیرا همگی چند روز قبل ما و شما را مخلصان، محبان و جگربندانشان را ترک نمودند. با آن خاطر که امروز اندک یک صحبت داشته باشیم با فرزند ایشان یعنی با ناظمجان رحیمov و الان به خانه استاد شادروان ناصرجان رحیمov رفته ایستادیم. استفاده از این فرصت قلای با کلی هواداران، اخلاصمندان و پیوندان استاد ارجمند البته صبری جمیل خواهان هستیم و باز هم درود میگویم با مخلصان و هواداران یوتیوب کانال احرار چینل که ما رو از هر گوشه و کنار همراهی مینمایید. وظیفه‌دار هستم که قید کنم سرپرستی کلی هر یک برنامه های ما این البته بانک ایمان اینترنشنال است. آمدم چشکی دیده میروم ندیدنی آمدم چشکی دیده میروم سرود دیر نواز تو همیشه میده میروم. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جای امید با پروردگارا عید رفت آخرش رحمت کن، شایسته جنت کن، خبرشان پوری نور گردان، از آب کوثر از سیر آب گردانی به رحمتی که یا ارحم الراحمین. مردمان رو دلشون مجبور کردی بیایند. همه این قدر آدمانی بسیار آمدند که در حیات میمون ما شاهد آن همچون من همیشه مینامند پیری صنعتکار همینجا نشسته بودم. بسیار مخلصان بسیار آدمان تمام این ساحه آمده افسوس میخوردن که این گونه یک حافظ خوش سلیقه، حافظ خوش آواز، حافظی که از دلش ناله مردم میبرد از دنیا رفت. البته این افسوسی کلان در طور همین چیزها من همیشه خانه در
سه تا فرزند و 2 دختر 1 پسر همه خانواندن هم هستیشون خانواندیم اون آیل دار کردیم روزهای خرسندی هم توی به فرزند و روزهای خرسندی بود ما همراه ما بودن تا همون دمی آخرین ایجاد کرده هم 1-2 خانواده شدن بیمار شده همون بیان سرود خواندن سرود تیار کردن سرود تایدیم تیار کرده من دیگهشان هم ایسا بالی استر بود من نایه مسجا دهه شکربلاق عباستان 30 کیلومتر با دورتر طرف ینقرغان به نزدیکی شنیدیم که پسرم همیشه حربه کار میکند یک گپ شده است که ناصر جان رحیم اکای من میشد اکا 2-3 روز شد گذشت شده است اما رفته پرسید من بیکار گپ گفتم این خیلی گپ من شنیدیم نگفتم سال سکی پرسیدم حقانی همین کار شدگی بوده است اکا با من گفتم نیت کردم خانه شنبه یک رفته فاتحه کردم میبیام گفتم همتون به رحمت دوست عزیزم جایش جنت شود شایسته جنت شود الهی پروردگار الله اکبر. میدونید انسان نیک و خاصتا هنرمندی نیکسیریشت هیچگاه نمیمیرد. او تنها از نظر ما ابدا دور می شود. ما امروز با دلی پر گفته میتوانیم که ناصر جان رحیموف نمردند، فقط از چشم ما دور شدند و میگوییم که آخرتشان آباد باشد. اکوی عزیز با شما سپاس که ما رو قبول کرده و الان در پهلوی ما حضور دارید. ما یک بار دیگر از نام کلی مخلصان، محبان و اخلاصمندان استاد با شما صبری جمیل خواهان هستیم. سرآول سلام و درود میپایم به همه شمایان، به همه بینندگان عزیز. پدر بیماری خیلی کمتر بیماری هم داشتن، لکن بیماریشون به اهمیت هم نمیدادن، نمیدونستن. من از اون کس رو مرده حساب نمی کنم، چون که خودی حالی هم در نظر خودم همین چی که کار شده است همین چیز رو پدرم هم نیست مشاهدت کرده، مثال دیده در وقتشان همیشه چه سخنهای نیک شده است که همیشه خودی نظرم به گوش کرده شتگی با این به نظرم اگه خیلی پست بلندی حیات حالی ندیدیم. گپ راستش من 33 براندم خودی حیات یک خیلی با این بود نظرم به اکون کمتر هوشیار شدیم که حیاتنده خیلی پستی بلندی شای اکون ممکن درده اکون یافته تونم. تا حال من هم دردی که پدرم داشتن وقتی سرود خواننده من هم درد حس کرده نمیتونستم، لیکن میخواندم و هم تو همین سخن که درباره سرودخوانی رفته ایستاده است، از چند انسان ها شنیدم که گویا چند سال آخر طبیبان بارها با استاد تاکید کرده باشند که با شما سرود خواندن ممکن نیست، به سلامتیتون وضعی نمی همه اساس دارد؟ نه اساس ندارد. این یک بار طبیبان سرودخوانی من کردگیشون نه. عموما پدرم بی سرود زندگیشون رو تصور کردن نمیتونستن. ما همین بعضا معرکه ها میبرویم بسیار سرود خواندگی مانده خسته یا اینکه از راه های دور مانده شدگی راه مانده شده اوندگی این ساعتی 1-2 شب بیمم پدرم اول چراغشون در میگیراندن خانشانه کمتر ربابشان گفته اگون وای شعرهای نو خونده کم زمزمه کرده ثانی خو میرفتن. خب همین طبابت استاد گوییم چند مدت دوام کرد؟ 2 ماه اضافه تر خیلی دوام کرد. حسابی بیمارشان از همین وای کاواکیش کم بود. خط که بعد از اپراتیسه و این به حساب چگونه رویده ها باید دیگر پیوست نشدن. در آخر این شعر رو میخواندن در وقت این بیماری. شعر از استاد لایق شعری من جهانی جانم را رهن این جهان کردم، من زمینی روحم را راهی روان کردم، آمدم در این دنیا رفتم و ندانستم
که همه وجودم را صرف این و آن کردم. گفتن اشک میریز از چشمانشون. بسیار از لایق شعر ایجاد میکردن. از دل میبرآمد و سخن ها. تا این شعرها رو به خودشون یا بار محضش چشیده نمیدیدن. اشک من میگم این شعری شاعر کو برای چی گریه میکنید؟ تا من این رو به خودم احساس نکنم به دل مردم چگونه جا میکنم. میگفتم همه خیلی میگفتن که پدرم گذاشتن مادرم گذاشتن خیلی دلت گنده نشود. میگفتم اون که درد آنها را من حس نمیکردم. چون این پدری بزرگ را بای دادن برای ما خیلی دشوار. درد آنها را اکنون حس میکنم. مشکل البته برای من همه روزها بهترین بود. همین فکر میکنیم تا طولی امروز که یگان خصلتی بدشان گوییم که دل ما خنک شود از همون آدم. یگان خصلتی بد یافته نمیتونیم. اگر همین نیوره های هم یگان کاری بد کند یگان کاری وای کند برکه یاب میگویند. سخنی گندشان همین برکه یاب بود. جنگشان همین برکه یاب بود. گوییم ما خطا نمیکنیم دی. یک بار همون دوری خوردیم ده کیم چی کاری مادرم به یاری نداده ماندیم می چی کردیم. مادرم پدرم هم تو بیان اینها من گوش نکرده است. گفتگی بودن که چوه با گفته هم تو نگاه کردن که اوجه ما دود خواهر اشک از چشمان ما جار شد دادا جا ما دیگه نمی کنیم خوب میگوییم. گفتیم جنگشان همین بس چوه با اینها همین خیلی بس می دخترای ما. گفتگی بودن که با همونم با نگاهی بد نی تبسم کردیم. همین خیلی همین خیلی می‌رفتم. همین به موجی اشک از چشمان ما جاری شده بود. یک بار همین یادم مانده. همین جنگشان یادم مانده. هایی که چوه با هدی طول همین خیلی گفتگی شما موجی چشم اشک پر شده بود. چشم ما در اشک. جنگشان یک تمی یاد یگان قبیح میگن قول کده میگن ویشان نیست که دل ما خنک شود. هیچ باوری همون نمیبیاد که چقدر عدس باید داده موندیم. تو نفسی آخرین میگفتن که همین خوریده دا نقش شوید آخیده دا را گم پگه میخورم بچم همین رو دیدم نجست از پگه خورم میلش میگفتن. البته این چیز امکان ندارد اما رفت اگر امکان میشد با پدر خیش یک بار دیگر دیده به دیدار میرسید و استاد و پدر ارجمندتون آخران سخنتون چی میگفته؟ سری تعظیم فرود می آوردم به پدر جانم. شخصی ناتکرار شخصی حلیم و خاکسار خوشگفتار و خوش زبان نوری الهی بودن. خانه را با هم میزیبید. سری سجده فرود می آوردیم. چون که ما فخر میکردیم ما دختری فلان چی گفته فخر که میگشتیم برای ما این یک ضربه سخت شد. هم تو پدری عادی نبودن که این شخص برای ما بی نهایت دشوار. میگن که فقط ناصر جان رحیموف همینگونه بودن که ارزش هنرنماییشون رو یگان مراتب نمیگفتن. مقصد یگان نفر اگر اومد که ارزش خدمت رسانی شما ارزش هنرنمایی شما ارزش رفتن به توی چمپول یگان وقت نه همین اساس دارد. بله این اساس دارد. من اکنون فهمیدم که پدرم هنرشان رو با پول بر نمیکشتیم. من میگفتم مثال اکنون خیلی زندگی میشن ما یاش بودیم دادا فلان پول گویدم گفتم میگیرد آدم شما ارزنده میگفتم گپ نمیزدم. اکنون من فهمیدم که آن کس هنرشان پول کدی بر نمیکشتیم. هر باره که من همین در توی معرکه دلانده میرفتم استاد اکی هستم خندت زن پیش پرداخته امروز میگفتم شوخی کده استاد چونه ما امروز منه همراهی شما گفته رسو به حد خرسان میشنیم الهی جاشون جنت گردد. همین گفته که پا اونجی رومان تاجیکستان به بیوه یا توی نمیشد.
آزی ما میشیم باید صنعتکاری که برای پول جنجال هم میکرده. لیکن ناصر جان این خیلی شخص نبود. برای آن معتبر است که همه خصلتی ناصر جان همه خصلتی که در بر داشت میگفت و میکرد و نقل میکردن ان همین نشانه بلند بوده او رو میفهموند. احترامش بلند، خصلتش نیک، آدمی نیک. من با طفل شاگرد عزیزم عبدالکریم جان، من ناصر جان که نزدیک شدم، نزدیک شده بس فهمیدم که این چگونه انسان بوده است. نزدیک شده فهمیدم که این خیلی شخصی معتبری دل به بهکار و دل خلق جا گرفتگیش نه. هم به آهنگش، هم به سرودش، هم به گفتارش، هم به رفتارش، هر جانبه ناصر جان یک شخصی بلند بود. این البته ما فراموش نمی‌کنیم، مردم هم فراموش نمی‌کنند. الهی جایکش جنت بشد پروردگارم. الله اکبر، الله اکبر. در ولایت سوق شاید نباشند صنعتکارانی که سرودی استاد رو نخوانده باشند. چی در کنسرت‌هایشون، چی در توی معرکه، همین وقتی که اگر خواندنی میشدن از استاد اجازه میگرفتن. ها قریب که همشون از استاد اجازه میگرفتن که یا به طریق تلفنی استاد من فلان سرود خانه مایلش میگفته. یکم بار مانگی نمیکردم. یکم بچه ها و شاگرد ها یکم بار اینش نخوان و ایش نخوان خلق پای نمیکردم. شاید توسط صحیفه اجتماعی شما هم دیده باشید، مثلا بعد از عالم رفتنی هنرمندی ناتکراری ازبکستان شیرلی جورایف یکی از فرزندان ایشون برآمد کرده گفتند که سرودهای پدرم رو نخوانید. من صاحبی همون سرودها هستم، من پاسبانی همون سرودها هستم. این گونه فکرها مبادا به سر شما دور نمیزند که به سرودی پدرم دست نکنید؟ نه این گونه فکرها در من نیست. اکنون سرود هر کس با یک درد و احساسات خودش میخواند. اکنون خوانند همه کیم خواهشمند مثال خوانند شاگردامی استادامی کیم خوانند، لیکن همون سرود اول سرگذشتش فهمند. همون سرود چه خیلی ایجاد شدگی، کی ایجاد شدگی، چوه ایجاد کردگی. چونکه پدرم یگان تا سرودشان به یک مفهوم نبود. هر یک خاص سرودی عشقی خوانند، خاص سرودی درباره پدر مادر، هر یک تشنده یک چی گویم کن استوری تاریخ یک تاریخ دارد هر یک سرودی پدرم. برای همون تاریخ همون سرود پیدایش فهمند بود به حسابی چی گویم پیش نظرشان به همون چیز جلوه‌گر میشه و با تاثیرش دیگه خیلی میبرد. تخمینا 20 سال پیش ناصر جان رحیموف من باز زنگ زده آشنا یک سال بعد یک سال انهمی 15 آگوست به معرکه نمیگرید همراه من شهر پنجکین به توی جوگی ها و همراه میرویم گفتن. خوب شد است گفته انه همون روز شد همراه برآمده رفتیم همین گجا و فرایم همین بچه های خوردم کودکایم انا ناصر رحیموف اما حاضلی کده من کیم گم من یگانتش نمیشناسد. خوشبختانه شهر پنجکین به رسیده رویم. اونجا معرکه ساعت 2 روز و نصف روزی بود است. ما 6 بیگاهی رسیده رفتیم. تمام مرکز شهر پنجکین سیر آدم همه معرکه برامده رفت آسیان صاحب معرکه و تو دروغ گفتی ناصر رحیموف نمی بیانو تو دروغ گفته انمین درون ماشینی سبوگرام ناصر جان دیده تمام خلق آمده. انا همون شب از همین ساعتهای 6 بیگاه تا 12 یک شب معرکه دوام کرد. همه خلق خطا نکنم 2000-3000 مردمی پنجکین بودن انمونجا. و حالی من تلفنشون چی کردم записош گوش کرده شدیم بسیار سرودای
همطور دیکتافونش به ضبط کرده ماندگی خونده از همین سرودا یک آخرینش به من سخت تاثیر بخش شد که رفت دولت از من و یار و رفیقان کم شدن. این خیلی سرود خواندیم. همین سرود گوش کرده بسیار آبی اشک ریختم. رفت دولت از من و یار و رفیقان کم شدن. آشناها چی بوده من حالا ایجاد نکردم راستیگم. خدا خواهد اینه اکنون میخوای وای چی بگم نقشه کاری کشتاسیم که این سخنهای ناگفته پدره روی کار بیاریم. شما در دوام 33 سالی عمرتون زندگیتون همیشه با استاد بودید. بله. هر دم و هر لحظه درباره همدیگر. این 15 روز چگونه گذشته استاد است؟ 15 روز به نظری من هم مشکل گذشته ایستاده است، هم حالا هم من عادت نکردم یا اینکه چی بگم حالا هم خودی که نظرم به پدرم دربارم هستیم برای همین حالا هم من درک نکردم که پدرم مثال رفتند همین به من حالی هم شبهنده. ناظم جان اگه مبادا در دفتری قبولی توی ها گوییم یکان توی های پیشکی بود که مثلا باید استاد می رفتن که شما پیشکی قبول کرده اید همون توی ها رو باید می رفتن اما وقت نرسید همین گونه توی ها بود مبادا وعدگی می گوییم بود؟ وعدگی بود. همین وقتی بیماری شدندیم چند ملکایی وعدگی بود. حرکت کرده من هم وعدگی های جاشبه آورده مثال یک روز قریب 2 بار من تاشکند رفته می آمدم. یک روز بیم 3 روز بعد از توی می رفتم داروی و همه های لوازمات داده اینجا آنده مثال توی گذرانده با از اگه نمازگر با رفتگی روزانه هم شده بود. یعنی تبابتشون در تاشکند دوام یافته است؟ آخری وقت در تاشکند دوام یافته است. دمه آخر در وقتش در سرودی خود پدرم گفته بودن که اگر من از نوا افتم جهان ماتم سرا گردد گفته همین خیلی شعر همین خیلی در سری سرودها همین گپ ها رو گفته بودن. میستی گفته پدرم همین خیلی شد است که از هم دولت از ازبکستان و از دهات امریکا و ها نامه ها فرستاده است شعرها ایجاد کرده است مخلصان که من یکی اش رو من به شما گفته میتیم اشک کلام شاعر از فرهاد دلفگار اندلب باغ صنعت حافظی دلها گذشت اختری تابان ملت اثری دنیا گذشت کودکی را خوانده با آوای شیرین و علم خنده بر لب ای دریغا با دلی دریا گذشت خانه دلها فراغ داشت از صوتی خوشش ناخوش آن روزی که آن استاد بی همتا گذشت جر به جر کفتم گیاه تا به تو درمان شود هیچ گیاه درمان نشد افسوس و واویلا گذشت خاکسار و با ادب خوش چهره و شیرین زبان صحنه خالی گشت درد صدری محفل ها گذشت شادی دلهای مردم بود صدای فارمش شادی ها رفتند با او لذتی دنیا گذشت گفت با لحنی خوشش من میروم نگوی حسرت خود ناگهانی یکه بود تنها گذشت عاشقانه می سرود هی لایقانه می سرود مردی میدانی هنر با سبکی بی همتا گذشت صوت ناصر جان رحیمی یادگاری عصرهاست گرچه در رودی هنر چون ماهی طلا گذشت دلفگارا می چکد اشک قلم در سوگ او
حسرتا از ما گذشت و حسرتا از ما گذشت. گفته میخه یک چند شاعرها یک چند مخلصا سخنها شعرها ایجاد کرده در وصف پدرم طریق تلفنی روان میکنند. لیکن یک سخن آخرشون حالی هم از آدم نمیبرد. بچه هم گفتن ما امتحاش کننده بودیم. شد من از حق ازم ندیه گفتن. گفتم که داروی به نظرم کیلا برکش بساندم. من نمیدونم چا کردم. اخیرش گفتم که بچه هم من از حق ازم ندیه گفتن. با وقتر من خانو گیرم برا گفتم. اون خودشو میگه ایوان شد من نمیدونم چی شد. آخرین سخناشون همین بود. من از همتون راضی گفتم. نبیراشون اون جوگیران اوندم. اون دیگه من همیشه با آغوش گفتم. خیلی از خواهرانم بسیار مینداری کردم. من از همتون راضی گفته اکو من میمونم گفتگیشان نیو. نیکی من از همتون راضی گفته من چی کردن نیکی تاکید کردن به ما فهماندن که سخت من عذاب نتیه گفتم. آبی چشمم شد روان از حال زارت پدرم. آبی چشمم شد روان از حال زارت پدرم. رفت رنگی سرخ زیرو از تن مدارت پدرم. جر بجر کفتم گیاه تا به تو درمان شود. هیچ گیاه درمان نشد بر جسم و جانت پدرم. آبی چشمم شد روان از حال زارت پدرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. صاحب اطلاعات خونران را به همه گذشتگان همین منظور مکان علی خصوص به محمد پیغمبر اول آخرت زمان صلی الله علیه و سلم میبخشیم. بعدم به پدری بزرگوار استاد صنعت ناصر جان رحیموف میبخشیم. الهی جاشون جنت کند خداوند مهربان. از حوض کوثر سیراب کند. قبرشان پرنور کند. خانه آخرتشان آباد باشد برحمتی که الرحمن الرحیم. الله اکبر. دوستان عزیز و ارجمند، هر آغازی رو انجام است و هر آمدن رو رفتن است. استاد آمدن و رفتن، ولی آمدن و رفتن استاد همتو نبود. از خود یک نشانه موندن، از خود یک مکتبی مخصوصی موندن که نسل‌های آینده صنعت تاجیک میتواند بهره‌مند شود. حالا که سر قبر استاد قرار داریم، تکرارا میگویم که آخرتشان آباد باشد. جاشان جنت شود. و شما یک بار دیگر صبر. رحمت بندگی. رحمت.